الو السلام علیکم. فاطمه از شهر دوشنبه هستم. میخواستم یک حادثه‌ای که رخ داده بود یک نقل کرده بودم. یک ماه پیشتر زنی برادرم در ناحیه یکی از ناحیه‌های نزدیکی شهر دوشنبه تولد کرد و از بس که با جراحی تولد کرده بود و کودک بیمار بود و ناحیه نداشت تجهیزاتی که کودک را نگهداری کنند. ما را به بیمارخانه مرکزی شهر دوشنبه روان کردند. در اونجا مدیر شعبه اطفالان که نسبش را یاد ندارم اما نام از زلفیه و نام پدرش عبدالغفار یعنی زلفیه عبدالغفار هم نبودن که ما را با یک شرمندگی و یک نمیدونم چه بگم با یک شرمندگی ما را کودک را از دست ما گرفتن و ما را از آنجا راندن با سخنانی که خلفه سرت را از سرت کش و پسان بیا. راست گپ ما گفتیم یا اینکه ما را با سطر قبول میکنی یا اینکه کودک در حالت وزنی هم باشد ما گرفته او را میبریم. که در جواب او گفت که قانون بیمارخانه مرکزی چنین است که کدام مادری که با اطفال خواب می رود یعنی که بستری می شود باید که سطر سرش را کشد. وای فرق ندارد که دختر مرد است، در اونجا دانشجویان مردها هستند، این فرقیت ندارد. از همین لحاظ میخواستم به زلفیه عبدالغفار بگویم که کودک ما به ریاردن آن کس هم با یک خوب شد سالم گشت. ما از بیمارخانه جواب شدیم و من سطرم را نکشیدم که تو محترم زلفیه عبدالغفار شما خرسند شده باشید. به من نگهبان باشد، شما در امان خدا باشد.